سلام، به کانال آموزشی معلم سرخونه خیلی خوش اومدید. سوالی که امروز میخوام براتون حل کنم از فیزیک 12 با موضوع حرکت شناسیه. سوال میگه متحرکی داریم که در یک بازه زمانی 2 ثانیه‌ای با شتاب ثابت مثبت 4 متر بر مجذور ثانیه به صورت تند شونده جابجایی به اندازه 20 متر داشته و از ما میخواد که اندازه سرعت نهایی این متحرک رو در واقع به دست بیاریم. تکنیک حل من برای حل این گونه سوال‌ها اینه که میرم سر وقته در واقع نمودار سرعت زمان این متحرک و سعی میکنم با اطلاعات صورت سوال در واقع نمودار سرعت زمان رو رسم کنم. میدونیم که در حرکت‌های با شتاب ثابت نمودار سرعت زمانمون به صورت یک خط راستی هست با شیب ثابت و شیب این خط در واقع معرف شتاب حرکته و چون در اینجا شتاب حرکتمون علامتش مثبته، پس نتیجه میگیریم که نمودار سرعت زمانمون دارای شیب مثبت و در واقع صعودیه. پس در این بازه زمانی نمودارمون باید به صورت صعودی باشه. از طرف دیگه میگه که در این بازه زمانی حرکت تند شونده هست. در حرکت‌های تند شونده نمودار سرعت زمانمون مرتباً در اون بازه زمانی که حرکتش تند شونده است داره از محور زمانمون فاصله میگیره. همینطور که من رسم کردم میبینیم که این نمودار در این بازه زمانی مد نظر داره مرتباً از محور t فاصله میگیره. خب پس بررسی ما بررسی حرکتمون هست در بازه زمانی t1 تا t2 که اندازش رو گفته 2 ثانیه است. پس این فاصله برای ما 2 ثانیه است. در ابتدای بازه یعنی t1 سرعت برابر با v1 و در انتهای بازه یعنی t2 سرعت برابر با v2 هست. سوال از ما خواسته که اندازه v2 رو به دست بیاریم. میدونیم که مساحت زیر نمودار vt معرف جابجایی حرکت ما هست. در این بازه زمانی مساحت زیر این نمودار در واقع میشه مساحت این زوزنقه. درسته؟ مساحت زوزنقه دقیقاً اگه ما به دست بیاریم میشه 20 متر. منتها چیزی که هست ما اندازه v1 رو نداریم که در واقع میشه قاعده کوچیک این زوزنقه و اندازه v2 هم نداریم که میشه اندازه قاعده بزرگ این زوزنقه. برای این کار در واقع میایم و این مستطیل بزرگ رو در نظر میگیریم. مستطیل A B C D. مساحت این مستطیل رو اگه به دست بیاریم و مساحت این مثلث رو از دلش خارج کنیم در واقع باقی ماندهش میشه مساحت این سوزنقه که برابر با دلتا ایکس و برابر با 20 متره. ما میدونیم که مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. عرض که گفته 2 واحده، طولش هم بچه ها دقت کنید اندازش برابر با همون v2 هست. پس من به این صورت می نویسم که دلتا ایکس ما مساوی است با مساحت مستطیل منهای مساحت مثلث. پس میرم سراغ مساحت مستطیل. مستطیل طولش v2 هست، عرضش 2 واحده. پس اس مستطیل رو من به دست میارم اینجا. برابر است با 2v2. مساحت مثلث اینجا برای ما مهمه. شیب این خط گفتیم برابره با شتاب حرکت یعنی 4 واحده. برای این جور سوال ها ما گفتیم که آقا شیب
حرکت رو، شیب این خط رو به صورت نمادین داخل این زاویه قرار میدیم، یعنی این 4 رو اینجا قرار میدیم و میدونیم که آقا اگه 4 رو ضرب در ضلع مجاور کنیم که برابر با 2 هست، این برابر با 2. اگه من بیام این 4 رو ضرب در 2 کنم، در واقع ضلع مقابلش به دست میاد. 4 ضرب در 2 میشه 8. پس ارتفاع مثلث رو به دست آوردم، قاعده‌اش هم که 2 هست و به وسیله این اندازه من میتونم مساحت مثلث رو به دست بیارم. مساحت مثلث میشه در واقع اس مثلث مساوی است با 1/2 ارتفاع 8 ضرب در قاعده یعنی 2 و این برابر میشه با 8 واحد. خب اینجا قرار میدم دلتا ایکس اون بچه ها گفته که 20، این رو 20 قرار میدم. اس مستطیل چقدر شد؟ اس مستطیل شد در واقع 2 وی 2 منهای اس مثلث هم شد 8 و این برابره با دلتا ایکس. دلتا ایکس هم که با ما گفته 20 واحد. از اینجا منهای 8 رو میبرم اون طرف، میشه 2 وی 2 مساوی است با 28 و از اینجا نتیجه میگیرم که وی 2 برابر میشه با 28 تقسیم بر 2 یعنی 14 متر بر ثانیه. اندازه سرعت نهایی که مطلوب سوالمون بود به دست اومد. نه فرمولی استفاده کردیم نه چیز خاصی، فقط با شناخت نمودار و با بلد بودن مفاهیم تونستیم این سوال رو حل کنیم. منتها افرادی که عشق فرمول هستن، فرمول این جور سوال ها میشه دلتا ایکس مساویه با 1/2 شتابت رو قرینه کن ضرب در دلتا تی به توان 2 به اضافه وی نهایی ضرب در دلتا تی. در واقع تکنیکی هست که میگیم آقا در واقع حرکت رو برعکس ببین، از آخر ببین بیا جلو. این شد آقا از حل این سوالمون. شاد و سلامت باشید و با ما همراه باشید.